داشتم که خلاصه چند قلب سیستان بود. ما مثلا 50 تا 100 تا دونه قوم از توش در میونه. هر 3-4 روزی در حد یک وانت میشن یک پر بشه که این استارت کار من. چند تا کارگر داشتی؟ من با اما یه بلد راه داشتی؟ بله. واقعا خیلی جاها نشون داد که من چجوری میتونم حرکت بکنم. چرا باید دستت مشکل کرد؟ ایشون پدر همسر پسرم هستن. یعنی تو بعدا با این مسئله دیگه کاملا وابسته شد. اول که اصل مشکلات من بود که اولا نمیتونستم بپذیرم که من یه فردی هستم با این سن میتونم یه جایی تولید کنم. کارگرانم به بسر افتادم. این مشکل هم داشتم که بخوام مثلا یک موضوع تجربه‌ام پایین بود ولی لحاظ این که اون کار رو یاد گرفته بودم میدونستم بکنم. اونجا بود مشکل من توی نظام کاری که به بحث دستی نزدیک شدم ولی وقتی این کار که داشتم سعی کردم همین حرفی که خواستم دوباره رشد پیدا کنم این چیزی که میخوام بشه. خیلی دوست داشته دوست داشت هدف داشته باشه که هدفش هم رسید دیگه همیشه موفق باشه دیگه. موضوع جنسیت و بستانبستی بودگی از کامل بودن، مشروع بودن و سالمانی هم داشته باشه نقش خیلی فوق‌العاده در سلامت انسان و حتی در رستگاری اون داره. جنسیت انتقاد نیست که آدمی پیش از تولدش و تا پس از مرگش یا در هنگام مرگش به این مسئله درآمیخته است و این آموزش استاندارد رابطه با تربیت جنسی هم از ابتدای تولد حتی قبل از تولد یه تحقیقی توی کشورمون انجام شده دیدن که فقط 25% مادرها می‌دونن جواب سوالات بچه‌هاشون رو چطور بدن. جواب بدیم. مثلا دارم میگم اگر بچه من پرسه که مثلا داداشم چجوری دنیا اومد در حدی که سنش می‌فقط بهش توضیح بدیم. حالا همراهشون با خانم آهنگری بریم مشکل شما فرمودید تصاویری از کتابخونه شتوتگارت آلمان. چون این کتابخونه همونطور که الان داریم تصاویر رو می‌بینیم یک فضای بزرگی، یک شهر کتاب فضای بزرگی داره برای اینکه مردم برن، خانواده ها برن در کنار مبلمان خاصش. این شبیه فروشگاه قدسه و تبلیغات نشه خیلی همچه طبقه‌ای هست. یک فضای خانوادگی داره، یک مبلمان بسیار راحت، فضای رنگین برای اینکه همونطور که می‌بینید خانواده ها بچه ها در کنار پدر مادر هر جایی هر فضایی در واقع پیدا می‌کنن میشینن با هم در واقع کتاب می‌خونن. حتی درست از صندلی‌های خوش های سخت خبری نیست. بالشتک‌های رنگی کوچولو خیلی فضاهای راحت و خوبی رو در واقع فراهم آورده. که اگر تو میخوایی مثلا یه روز تعطیلتو بگذرونی میتونی بری اینجا و با خانواده‌ت هم بری بخونی در مورد کتاب هر چه داری به کتاب زندگی کنی. مگه خواستی یاد بگیرم